ادوارد مایبریچ متولد 1830 از اهالی انگلستان. وقتی که در دهه 1870 به عنوان عکاس نقشه‌بردار در ساحل اقیانوس آرام به کار مشغول بود، با للند استنفورد آشنا شد. استنفورد از صاحبان مؤسسات خط آهن، عاشق اسب و بنیانگذار دانشگاه استنفورد بود. استنفورد با شخصی به نام فردریک مک‌کرلیش در مورد اینکه آیا اسب هنگام یورتمه رفتن هر 4 سمش رو در آن واحد از زمین بلند میکنه یا نه بحث داشتن. استنفورد اعتقاد داشت که اسب این چنین میکنه، اما نظر مک‌کرلیش خلاف این بود و سر این موضوع $25,000 شرط بستند. استنفورد مایبریچ رو به کار گرفت تا موضوع رو روشن بکنه و برای انجام این تحقیق هر مبلغ پول که لازم بود در اختیارش گذاشت. اما یه موضوعی وجود داشت، اونم در پوش دوربین به عنوان شاتر بود که تا بیاد اینو برداره و دوباره بذاره حرکت اسب ثبت نمیشد. مایبریچ میاد یه راه لاستیکی برای پیشگیری از ایجاد گرد و خاک ایجاد میکنه. پارچه سفید رو با خطوط عمودی و شماره به عنوان پرده پس زمینه مسیر حرکت میذاره و دوربین عکاسی رو مقابل اون قرار میده. در واقع 12 تا دوربین عکاسی رو در مقابل اون قرار میده و دوربین ها رو طوری طراحی میکنه که هنگام حرکت اسب در مسیر تعیین شده یکی یکی نخهایی بسته شده در مسیر پاره بشه و دوربین ها به طور الکترونیکی و به ترتیب شاترشون به کار بیفته. عکسای مایبریچ تمامی مراحل مختلف گام برداشتن اسب رو نشون داد و به این ترتیب آشکار شد که در میانه حرکتش چه موقع یورتمه رفتن و چه هنگام تاخت هر 4 سمش در آن واحد از روی زمین بلند میشه. استنفورد شرط رو برد و این کشف هنرمندان بسیاری رو اندوهگین کرد، چون آشکار شد که بسیاری از بازنمایی‌های پیشین حرکت اسب از زمانهای گذشته تا دوران معاصر چه به صورت نقاشی چه تندیس نادرست بود. مایبریچ توضیحی تصویری و علمی از حرکت اسب ارائه داد. او به تکمیل و ظرافت بخشیدن به فنون خودش ادامه داد و سرانجام با پشتیبانی دانشگاه پنسیلوانیا بیش از 100,000 عکس از حیوانات در حال حرکت برداشت.